طوری دو سال میشود که من با این خیلی دخترانی که امکاناتشون محدود و بعضیشون گپ زدن نمیتونن، بعضیشون کمتر گپ میزنن و شنواده هاشون کمتر سوست، اینها که با همون میمی که لب و مثال میخوای گپ و دست کتی نشان دادم، اینها به هنر آموختن علاقه ما یک دیگر رو میفهمیم. وقتی که مزاجا میبیان اینها علاقه میتونن طرز چین کردنی متا، طرز اندازه گیری، همیشه اینها علاقه صرفه میرن. اینها از همه کار میبرن علاقه اینها تیار. در نزد من دخترانی که جای کاری ندارن، باز دخترانی که امکاناتشان محدود آمده هنر می‌آموزن، من چندین نفر دختران رو شکل ایستاده با آموزش کسب هنر جمع کردم. علاقه در این مؤسسه ما چند نفر دختران دوزنده شده برآمدن. باز من کورسی 2 ماه تشکیل کرده که بعد از 2 ماه اینها رو باز میتوانم بعد از که کورس رو ختم کردن جای کاری هم کتی تامین کرده میتونم. علاقه اینها ترجیح که دیده ایستاده دوزندگی، برندگی، قرق دوزی، همه کسب‌های نازک‌های کسبی هنرمندی و دوزندگی از خود کرده ایستادن. اینها میتوانند بعد از ختم این کورسی کوتاه مدت باز هنر خودشون رو در خانه نیز نشسته دوام دهند، صاحب هنر هستند، میتوانند اینها با هنر دستی خودشون زندگی خودشون رو پیش برند.